میبینم یعنی جهنمیاتون نه عذاب برشه خداوند روز محشر عذاب برشه. او عمل هم ندارم خدا میداند و بشر نتوانه علی. برو ای گدای مسکین، برو ای علی ای همای رحمت، در خانه حسین را بزن که علی خط الرحمن میخواند و بنی اسرائیل باشد قرآن باشد. وضو میگیرم از خون که من حسینم دین اسلام. بزرگان اسمم علی است، فرزند من ابو طالب و روز محشر نوای من چه بود؟ عبدالمطلب. بر آن خیز دولتم قیام میکنم که زن است. بزرگان قیام الاروات بادام. کترا یعنی اسم زن است. کترایان آروات خدا میداند و آن خداوندی که عبادت قائل است همونه. خدا عادلی کردم ولی خب ظالمی نکردم. دشمن نیستم روز مردم حق عبادت رو بخورم. من روزه میگرفتم، وضو میگرفتم، نماز میخواندم، بر دین اسلام خداوند میخواندم. یکی یکتاست، یکی منور است. پادشاهی برو بکن که آن سواک است. آن هم آن که مصطفی است. آن که دشمن خدا بود ابو سفیان بود. آن دین اسلام است، قرآن است، معرفت اسلام است. یعنی میگوشم آن روزی خوشان روزی خلط دیگه کفن لنگ دیگه همونی که میپوشم، میزنم بدنم، صدر و کافر و مومیایی دستم میزنم، میذارن تو قبر علیه السلام امام زمان. پشت را که میگیرم پشت دولت است. دولت پشتش نگاه کن چه مسلسل است. چه توپ و تانک رضاخان داشتم. امارت دولت است. یعنی گدایی نکردم که بگم. یعنی دیگه دیلم چه علمه همشون که مثلا او آدم نگیدم